We take control. سلام و درود دوستان. جلسه سوم از قانون جذب کاربردی فرکانس ها هستش. از اونجایی که بحث فرکانس ها خیلی زیاده و کسایی که به اصطلاح میان در این مورد صحبت میکنن به صورت داستانوار میان یا توتیوار میان صحبت میکنن و طرف متوجه نمیشه و اصلا خیلی سطحی، واقعا هم سطحی میان صحبت میکنن، رد میشن. شما باید رها کنید، نمیدونم شما باید ارتعاش بفرستید. یعنی طرفو گیج میکنه، اصلا نمیدونه طرف چجوری ارتعاش بفرسته، نمیدونم زبان کائنات اینجوریه، با احساس بگید. طرف اصلا ببین توتیوار یه سری حرفا رو تکرار میکنه و به نتیجه هم نمیرسه. من تصمیم گرفتم به خاطر اینکه این خلأ رو برطرف کنم بیام اینها رو به صورت کاربردی و به صورت سوال مطرح کنم که ایرادها و ابهاماتتون برطرف بشه و متوجه بشید که کجای اشکال دارید. تمام اینا رو من از روی تجربه و از روی به اصطلاح مطالعه به دست آوردم. یعنی اینا جواباشون رو پس دادم، مطمئن باشید. اصلا ببین فرکانس چیست؟ ما چه باید فرکانس بفرستیم؟ فرکانس یا انرژی هست که ما میفرستیم به کائنات. و چجوری میفرستیم؟ ما به عنوان دستگاهی که مثلا فرستنده گیرنده داره، کائنات هم فرستنده و گیرنده داره. یعنی کائنات وقتی ما فرستیم میشه گیرنده، وقتی ما دریافت میکنیم میشه فرستنده. فرکانس به این صورت عمل میکنه که از ذهن ناخودآگاه، از ذهن خودآگاه، یعنی یه سری اصطلاحات هست که توی سوالهای بعدی هستش. و قلب، به مفهوم قلب یعنی حس عمیق، ما این فرکانس رو میفرستیم به کائنات و کائنات هم مثلا شما موقعیت هایی که میخواید ایجاد بشه. اما اگه مثلا بیاد وسط را تونتون فکرتو عوض بکنی، کائنات هم یک تونتون با تو بازی میکنه. یعنی یه جا مثلا شما یه چیزی رو جدی میگیری، بحث جدی بودن خیلی مهمه، بعد شل میکنی اصلا دیگه اونم در واقع کائنات هم همون هست ولی برات انجام میده. یعنی شما یه چیزی که میخواید رو تا زمانی که از حالت غیر مادی کوانتومی به حالت مادی براتون درست بشه، شرایطش فراهم بشه، درست بشه، شما باید رو ادامه بدید. و بهتون میگم که چجوری فرکانس بفرستید. فعلا این سوال بعدی حالا جذب چیه؟ جذب این وسط چی میگه؟ ببین جذب، همه فکر میکنم مثلا کائنات همون جذبه. نه، جذب محصول این بدبستون، به اصطلاح بدبستون ما، ارتعاشایی که ما میفرستیم و شرایطی که دریافت میکنیم هست، جذب میکنیم. حالا طریقه درست ارتعاش فرستادن چیه؟ ببینید ما زبان کائنات رو باید بلد باشیم. اگه همینجوری توتیوار برگردی بگی من ثروتمندم، حتی بیای با احساسم بگی من ثروتمندم، اولا دیگه اون جمله‌ای که شما داری میگی اون اشتباهه. من ثروتمندم اصلا یه چیزی که هیچ انگار خونساست. من ثروتمندم. زبان کائنات میگن احساسه، اما نمیان بگن زبان کائنات چجور احساسیه. اگه شما تکرار میکنید جواب نمیگیرید، به خاطر اینکه کائنات نمیفهمه شما داری با چه زبانی باش صحبت میکنید. زبان کائنات
احساس رضایتمندی هست. شما یعنی احساس رضایتمندی رو باید ارتعاش بفرستید. پس اصل مدیتیشن چیه؟ سوال بعدی. اصل مدیتیشن هم همونه. شما وقتی که به اصطلاح دم و بازدم انجام میدید، این احساس رضایتمندی رو باید بفرستید. این احساس رضایتمندی رو میفرستید دم و بازدم. این اصل مدیتیشنه. و یه سوالی نوشتم طریقه درست جملات تأکیدی چیه؟ من جملات تأکیدی رو طریقه درستش که گفتم دیگه، باید احساس رضایت رو بفرستیم و اینو من یه جلسهش میکنم، یه سری جملات تأکیدی درست میکنم، اینو یه جلسهش میکنم، اینو داشته باشیم فعلا. چگونه از ماتریکس به کوانتوم بریم؟ اصلا ماتریکس چه، کوانتوم چی؟ ببین من اینا چیز خاصی نیست که ماتریکس یا کوانتومه. در درس دوم به شما گفتم نگاه کن، یه سری ما زودبازه داریم، هدفهای زودبازه، یه سری هدفهای دیربازه و سلایق یا علایق شخصی و داریم و یه سری فرکانس ها هستش. هر چقدر ما از هدفهای زودبازی که ما رو مجبور میکنه به کار در شرکت ها و این چرخه ادامه داره در اونجا گیر بکنیم، اون زندگی دلخواهی که میخوایم رو به دست بیاریم، ممکنه کسی مثلا در همون ماتریکس هم به اون زندگی دلخواه برسه، ولی فکر کن ما یه دونه کاموا، شما مثلا یه حساب کن اندازه یه مورچه کوچیک‌تر، یه کاموا بشه مثلا زمین، این ماتریکس، اما خود زمین رو حساب کن، این کوانتومه. خب گیفت ها و به اصطلاح ایده ها و ثروت هایی که در کوانتوم هست اصلا قابل قیاس نیست با این اندازه کاموایی که هستش. خب به خاطر همین ما گفتم در جلسه دوم نحوش رو گفتم، هر چقدر که ما تمایل خودمون رو به سمت این ستایی که گفتم، این علایق شخصی و درآمدهای دیربازده و فرکانس ها سوق بدیم، ما از ماتریکس داریم خارج میشیم و خارج میشیم. هر چقدر قدرتمون بیشتر باشه که با اون سمت باشه دیگه کلا از ماتریکس خارج شد. این همینه، ماتریکس و کوانتوم چیز خاصی نداره. سوال بعدی، تصمیم بالاخره با احساس است یا عقل؟ ببین از اونجایی که میگه که مثلا زبان کائنات زبان احساساته، بالاخره تصمیم با عقل است یا احساس؟ تصمیم همیشه با عقل بوده، اما ما ارتعاش احساس رو میفرستیم، نه احساسی تصمیم بگیریم. ما ارتعاش احساسی میفرستیم، ارتعاش احساس رضایتمندی رو میفرستیم. احساس چیز با عقل هم تصمیم میگیریم، با احساس تصمیم نمیگیریم معمولا. حالا احساسی تصمیم گرفتن ها عواقب خودش رو داره. دقیقا اینجا نشون زبان کائنات چیست، همون که گفتم احساس رضایتمندی. رها کردن یعنی چه؟ رها کردن، ببین رها کردن یعنی که شما از مسیر لذت ببری و در مسیر هستی، از مسیر داری لذت میبری. چرا؟ چون میدونی که آقا این قانون داره کار میکنه، این قانون هست، انگار که جواب سوالای امتحانی رو داری، خب و خیالت هم راحته و داری امتحان هم که داری میدی جواب سوالا رو میدونی، همچین حسی داره. وقتی اینجوری باشی خب دیگه. اصطلاحات مربوط به قوانین جذب، کدام اصطلاحات رو باید یاد بگیریم؟ ببین اصطلاحات قوانین جذب که ربط داشته باشه، یکی خودآگاهه، یکی ناخودآگاهه، نیمکره سمت راست مغز، سمت چپ مغز، آلفا بتا گاما تتا، بعد یکی فیلترینگ، ترتیب داری یادم میاد. مثلا فیلترینگ به هر چی توجه بکنی، در واقع فیلتر نذاشتی، به هر چی توجه نمی‌کنی انگار فیلتر گذاشتی. بعد باور میشه زیر مجموعه به اصطلاح ناخودآگاه. کائنات هم که تعریف کردم براتون، نقش گیرنده فرستنده داره. جذب هم که تعریف کردم، در واقع محصول بده بستونهای بین ما و کائنات هست. سوال بعدی، هدایت و شهود چیست؟ ببین هدایت، خب ما مثلا
به هدایت. اینها دو تا چیز به اصطلاح خطرناکند. خب این دوتا رو من میگم که این باید یه مقدار طرف قوی باشه تا هدایت شهود و خوب دریافت کنه. یه موقع فکر کنه که داره تو این مسیر داره هدایت میشه، اما مثلا اشتباه داره، برعکس داره مسیر رو میره، یا شهود فکر میکنه شهود مثلا این بهش الهام شده، در صورتی که شاید اصلا توهمه. خب اینها باید با احتیاط باش برخورد بشه. این دوتا رو زیاد بگید. مثلا من میگم خدا من مثلا هدایت کن در بهترین مکان، بهترین هر چی که بالاخره، ولی دیگه باید خیلی باید حواست جمع باشه در رابطه با شهود و هدایت. آیا باید رها کنیم یا بالاخره چسبندگی به اهداف داشته باشیم؟ ببین هدف رو نباید ول کنی، خب اتفاقا باید هدف رو پیگیری کنی و اهمیت بدی، چون اگر تو هدف رو پیگیری نکنی، اهمیت ندی، کائنات هم همین قبال رو داره ول کنه و ول میکنه. تو شل بگیری اونم شل میگیره. رها کردن یعنی رها کردن معنی اینو میده که گفتم از مسیر لذت ببریم، یعنی با میدونیم جواب سوالا رو داریم، قانون رو میدونیم، اما چسبندگی یعنی شورشو در آوردن، شور یه چیزی رو در آوردن، ناله کنی چرا نمیشه، چرا میشه، چرا چند روز دیگه طول میکشه، این پس کی فلان، اینا رو یا اینو به اینا میگن چسبندگی. ولی خود هدف رو نباید ول بکنی، اتفاقا باید پیگیری هم بکنی. سوال بعدی در مورد بار انرژی هست. بار انرژی رو همراه با یه مثال به ما بگو. خب ببین بار انرژی یک جمله ترند شده که میگن که در نهایت همه چیز به نفع من است. یعنی چی؟ این بار انرژی خوبی نمیده، یعنی اتفاق بدی هم یعنی میفته، خب ولی در نهایت به نفع من است. چرا ما باید همچین بار انرژی رو بدم؟ پس من به جای این باید بنویسم همه چیز برای من راحت و آسان به دست میآید، شک نکن. این بار انرژی رو ببینید چقدر تفاوت داره. یا یه بار انرژی دیگه به عنوان مثال میگه من مثلا میخوام نفر اول حالا مثلا در یوتیوب یا در هر چیزی بشم، من نفر اول یوتیوب باید بشم. خب تا من نفر مثلا دهم یوتیوب بشم، نفر دهم باشم، خب بار انرژی کدوم قوی تره؟ به کدوم قدرت بیشتری میده؟ این جمله کدومش درسته؟ من ثروتمندم، یعنی احساس بعد از ثروت. حساب کن احساس بعد از ثروت، آیا این احساس بعد از ثروتی که من دارم ارتعاشش رو به کائنات میفرستم، این احساس رضایتمندی رو در کائنات ایجاد میکنه، یا خدایا شکرت که ثروت به سمت من در جریان است؟ این دومیه به نظرم احساس سپاسگزاری رو بیشتر داره، قدرتمندتر انجام میده. شاید اولیه توی مدیتیشن بهتر باشه، مثلا ثروت، احساس ثروتمندی. شاید پس بعد ببینیم کدوم بهتر انرژی رو داره جریان پیدا میکنه در وجود شما. یا یه مورد دیگه هست میگه که خدایا بگم یا کائنات بگم به خاطر نعماتت سپاسگزارم. ببین من که با خدایا بیشتر حال میکنم. خدایا از نعماتت سپاسگزارم به خاطر این فراوانی، یا کائنات به خاطر این فراوانیت سپاسگزارم. کدوم بارش قوی تره؟ از اون استفاده کن. خب حالا یه نکته هم هست، میگه که آلفا بهترین موقع نفوذ به ناخودآگاه است، یعنی آخر شب و موقع بیدار شدن. اون موقع بیاد مثلا جملات تأکیدی رو بگید. اولندش که من تایید نمی کنم، این اصلا فکر نمی کنم درست باشه، چون که ناخودآگاه باید به صورت یعنی منطقی کار میکنه، به صورتی که شما باید قانع کنید ناخودآگاه رو و به درکش برسه. زمانی که به این حالت رسید، قانع شد، به درک رسید، به منطقی گفتید یعنی اوکی شد، قبول کردید، اون موقع است که نفوذ ناخودآگاه میشه. یه نکته بود گفتم اینو بگم. و اینکه بعضی جملات مثل
ما میریم ایشالله حالا یا میشه یا نمیشه، مثلا اینجور چیزا حالا میشه یا نمیشه، اینا رو یعنی شک دارم بشه، یعنی 50، یعنی شما داری ارتعاش 50-50 میفرستی، حالا ما میریم توکل به خدا یا میشه یا نمیشه. یعنی میخوای بگی که مثلا از نظر خود میخوای بگی که خب صلاح خداونده دیگه، حالا ما میریم یا بشه یا نشه. من ببین اینجور جملات رو اوکی نیست. یعنی اون چیزی که کائنات میشنوه شکه، یعنی حالا یا میشه یا نمیشه. ما باید مثلا میگیم که آقا من 100% انشالله که میشه، 100% میشه، این کار رو من میرم دنبالش، حتما میشه انشالله. یعنی آخرش بگو انشالله اگر خدا بخواد. یعنی از نظر خودم شک رو نمیفرستم، ارتعاش عالیه رو میفرستم، آخرش میگم انشالله، یعنی معنی که اگر خدا بخواد.